خب ببینید برای آنالیز کرده، الان این فایل رو باز کردید. برای آنالیز کرده اول کاری که میکنیم یه قسمت اینجا قرمز رو یه دونه اضافه میکنیم، یه دونه میزنیم اینجا. این میدان از همه جا قوی تره. با فلش بالا یه خط میاریم روی اون قسمت قرار میده، فلش چپ هم میاریم میذاریم داخلش. اینجا رو روی این قسمت یک بار کلیک میکنیم روی عدد 2. خب اینجا اوکی رو میزنیم. ببینید به علاوه از زیر این قرمز خارج میشه، یعنی اینجا دیگه هیچی نیست، ما دیگه ادامه نمیدیم. درسته؟ ببینید حالا میاریم روی قسمت روی سرمه‌ای قرار میدیم، وسط سرمه‌ای قرار میدیم یا همون آبی رنگ قرار میدیم و دوباره همین کار رو اینجا انجام میدیم. اینترپولیشن یا حذف لایه ها در روی عدد 2 یک بار میزنیم. ببینید اینجا به علاوه از زیر اینجا خارج میشه. ضمن این که عدد میکروتسلا رو هم باید بهش توجه داشته باشیم که روی چه عددیه. اینجا 22900، اینجا 25000. میبینید خب اینجا 25900، اینجا 25200. خب یعنی 700 تا اختلاف داره. پس اینجا نمیتونه هدف باشه با 700 تا اختلاف. درسته؟ اما در مورد حفرش میاریم روی اینجا قرار میدیم. اینجا 25200 داریم. وقتی که اینجا قرار میدیم 22000. درسته؟ تقریبا یعنی 23000، 22900، 23000. اجازه بدید اینم 25000، 2200 تا. اگر حفره‌ای هم وجود داشته باشه یا خاک دستی وجود داشته باشه یه جای کوچیکه. ما باید اختلاف بالای 2500 تا داشته باشیم تا بتونیم بگیم یک حفره بزرگ هست یا یک هدفی وجود داره. روی قرمز عدد بالا میره، عدد میکروتسلا، و روی اینجا پایین میاد. چجوری؟ گفتیم اینجا و یه بار میاریم اینو بالا برمیگردونیم، این پایین عدد میکروتسلا اینجا میاد، اشاری داره 25200. و وقتی میاریم روی هدف دوباره عدد تغییر پیدا میکنه 22900. درسته؟ پس به این شکل هستش که ما میتونیم آنالیز رو انجام بدیم. حالا تو ویدیوهای بعدی در مورد عمق و چگونگی خارج نشدن و مسائل دیگه هم توضیح خواهم داد.